سلام خدمت دوستان عزیز، خوش اومدیم به یه ویدیوی جدید. بچه‌ها بالاخره رفتم لول 16 مکس شد تا برم دیگه فقط اسپارکی 15 با الکتروویزور با ریج که روز مهم نیست. بدون معطل وقت بریم سراغ بتل اول، بریم پوشکاپ کنیم با لول 16 دیگه. بالاخره بعد از 2 سیزن متوالی زجه زدن و رسیدن به لیگ آخر، بالاخره با لول 16 میتونیم برسیم. سپه بازی یکم زیاد کنم. نه دیگه زدنشون فکر کنم راحت باشه. دارم از خواب میمیرم آجی. سرکار بودم ساعت 10 اومدم شامو خوردم اومدم سر ویدیو. ولی باید پر انرژی باشم. بنازم ای بمیری آخر رو نکشتی. ریجو بزنم روش. نه الکتروویزور بزنم روش. چه کاریه. بیا 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 بیا, بیا. خب بنازم عجب زفی زدم. به به بدون یه شات جمع شد. هی زندگی مگانای تیبو دستشه با اسپرکی بازی شروع میکنم. از این ور باش بازی میکنم. مگانای تیشین بر اومد به سمت چپ بشه تگیه. ای وای نپر دیگه. وای چه فریزی زد. یکیش مسترو اصلا. سه میشد داشت. میگه تایم داشتم سه میشد. بریم مچه بعدی. سری سری بودو. بریم به تک بریمش دیگه. وای دهنت سرویس. یا آقا پس این چه اینجوری میکنن. نکنیم خود اون هیروی نمیخواد بیاد حس کنم. بله این سه تا شات از روکی با بخورده بمیره. یکی دوتا نگاه کن سه تا. واه واقعا سوپر آجی. ای تاور چرا میزنی؟ تاور چرا میزنی؟ ای خدا تاور اصلی رو نزن. این تاور چقدر خنگی این میگم اینیان.
اینجا الکتروویزور رو نمیندازم چون بعدا نیازم میشه. این نصف شده اینا. خب حالا اسپرکی از عقب. دیگه با دو تا شات جمعش کن ناموسن. حیف شد. خب اینم ایزی تموم شد دیگه. تموم که نشد. تموم دیگه. مچ بعدی سریع زود تند عجله‌ای. لیگ 3 چند تا پله است؟ ای وای ای وای من چرا این من انداختم. بیمه این چی کار میخوای کنی؟ وای دهنت. تاور گرفت بی ناموس. تاور گرفت. وای اشکال نداره تو تاور بگیر منم تاور میگیرم. خب خوبه. خب خوبه. دیگه به تاور میدم با یهو. آره بیا بگیر. بیا بگیر تاور رو. بیا بگیر. دیگه تاور تمومه. دیگه تاور نمیدم. تاور اصلیش با اون کوچیکه همجون شدن. یعنی یه جون شدن. یعنی منظور اینه که چی میگن یه جون دارن دیگه هر دوشون. وای بذار بزنه. مرسی دستت در نکنه. شات اسپارکی تاورم دمیج داد. حالا یه شات دیگه. واه اون که شات دمیج خورد. حاجی تموم نه البته شاید این موجود
معجزه‌ای بتونه کنه. سه مچ بعدی اون زمان به شما باج میدادم لول 15 بودم دیگه هم لول 16 تو خسته ترین حالت خودم هم میبرم تو. الان به بازی میذارم بازی رو زایی بشه هیچی. این دیوارتر از منه یارو. آقا فرد بیا آفرین. خب حالا ببینیم کدوم رو دفاع میکنه. بابا میلی به کار رو بزن دیگه خلقوس. نزار بزنه دیگه. تو زرم زد. این مرز تو رو من پدرت من تو رو پاره میکنم. وایسا دیگه اینجوری نیست به من دمیج بیدم اینجوری گریه کنم از من. وایسا دیگه من دیگه حواسم به بازی هست. خب الان خوبه با خیال راحت میتونم ماسک ایوو باید 2 بار بندازی تا ایوو بشه دیگه درسته؟ این اصلا ماسکش ایوو بود یا نبود؟ فکر نمی کنم ایوو باشه. ببینیم الان هست نیست. این زب هم نداره احتمالا. خب عالی زب هم نداشت. تو رو له میکنم من واسه من خندیدی؟ تمومه کار تمومه داداش. تو دیگه هر کاری کنی تمام. تو بر من میخندیدی یادت داداشی. من آدم عقده‌ای ام. این مچ بعدی باشه لیگ 3 تموم نمیشه. چند تا بگه این اسپوکی از راست مینداختم که میشد یا تو نایتت از اون ور مینداختی. به به بنازم از این تکیبای کسوشری فکر کنم قراره به گاه بده منو. بله بابا اون یه دونه گوبلین رو ول کن اینو بزن. عجب خری هستی تو. واقعا خری. چقدر اکسیر خرج کردم سرش. تو رو خدا اسکلت نداشته باش ارتش اسکلت. مرسی پسر. بیفت که منم به چخ میرم. همین اتکش کنم. اون که میمورد خلاصه.
یه ریج زیبا الان یارو این میتونه کنترل کنه. الان الکترو دراگ برو بیار سر دیوانه. سه شدی سه شدی امو سه امو خدا حافظ. الکترو دراگش رو ننداخت. وای خب اینم از این. اینا اصلا منطقه دیگه که اینجوری یا سریع سه میشه یا سریع ست میکنن. اگه البته تو اینجا اینجوریه بری بالاتر بلدم باش چجوری بازی کنن. ای وای عجب دنسیز حرکتی زد. خب والکیری تسلا هوگ احتمالا راکت داره ولی من بازم ریسک میکنم از عقب میام اسپارکی رو ببینیم راکت داری یا نه. مرد باش بزن اگه داری بزن دیگه. لایت داره دیگه راکت نداره خدا شد. به یه جلاد هم احتمالا داره یا لاک. خب ارو لایت و ارو الان باشی بخواه دفاع کنی اینو. آفرین. خب حالا اون میزاردم رفت برای خودش 5 تا اکسیر خرج کردم برای اون ویزارد. سومی رو نزن. مرسی سومی رو نزد خدا شد. خب لایت داره هوگش هم که انداخته. یا بلفست از این ور سریع اتک میدیم. چه تسلایی انداخت یارو. پیکا بر نگرده. خوبه. نگیره تا برو. ای وای گرفت. خب اون توبرش رفت این توبرش منم میره. به به دو تاور همزمان. آجی رفتیم دیگه بعدی دیگه. ای بابا این لیگ چه تموم نمیشه. چند تا لیگ وایسا حداقل باید 6 تا باشه دیگه. فکر کنم یه دونه دیگه بزنم بردم یا همینو بزنم رفتم دیگه بعدی. لاگ بیت یعنی الان میفهمم. بله این نویز خیلی خطرناکه. چرا الکتروویزور رو اینجوری انداختم فکر کردم میخواد عقب بندازه. کاورش بدم نمیره گناه داره. بله کاور دادم به درد خورد. بنوازم. چرا گوبلین گنگ تو نمیندازی تو؟ خب حالا که اینفرنو تاورش انداخته فقط با راکت میتونه دفاع کنه. پس من گوبلین جایت تنهایی میندازم اول بعد میلی پیکور یکم بعدم پیستش میندازم که نایت انداخت. نشاید هم گوبلین انداخت. حالا
امریکا پاره میکنی. یه ضرب بزن، یکی دیگه. یه ضربش مونده بود. اگه با هم مینداختم راکت میزد، هر دوشون با هم میمردن در جا. ولی خب بخاطر همین مجبور شدم یکم فاصله بندازم بینشون. حالا اسپارکی وسط که راکتشو بگیریم و پرنسسش هم پیش بینی کنیم. 1 2 3. نشد پرنسس رو بندازه، پرنسس از عقب انداخت. فکر کنم جلو میخواد بندازه. خب حالا مهم نیست. راکت میزنی یا نه؟ داداش راکت رو باید بزنی، دست خودته مگه. خوبه تو که همینجا سیتی چیز کن. ببخشید خوبه. حالا اسپارکی از این ور، نه از این ور، نمیدونم یه ور برو دیگه. بابا بناموزم. حالا اسپارکی وسط. باید حواسمون باشه چجوری بازی می‌کنیم مقابلش دیگه. چقدر خوبه گوبلین بریلا با 2 تا ضرب میمیرن. بالاخره نفس راحت دارم میکشم. تموم میده داشت. بابا بزن اون لامصبو دیگه. تمام. گود گیم. ماجی رفتم دیگه. بدی چند تا مگه؟ 3 تا دیگه مونده. 3 تا دیگه هم بزنیم لیگ بعدی رو تموم کنیم بدون باخت، بذاریم بره. بازی قبلی خدای قشنگ بازی کردم. فکر نکنم سوتی داده باشم. اونا رو ارزش ندید 2 دکسی بدم. جلوی این یه دونه گولین جاینت، یه ریج هم بیاد دستم. چه ریج خفنی بچه ها. بناموزم. تمام دمیجایی که خوردیم رو جبران کرد. وای نزن لاشی نزن دیگه. تو 1 ثانیه تمام دمیجایی که دادم رو جبران کرد. خوبه. راضیم. فعلا راضیم. اینم لاگ بیته؟ چیه؟ من نمیدونم چیه اصلا.
بذار ببینیم راکت داره نداره چوری داستان. اسپارکی از پشت برای اینکه ببینم راکت داره یا نه. خب راکت داشت، اشکال نداره. اینو بگیر، اون تاور جمع. خوبه، اون تاورش رفت. اینم دفاع نکردم چون ریج نیاز دارم برای حمله. بنوازم. خب اون تاور رفته، این تاور میگیریم. نزن وای راکتش نیاد. نه خدا مفت باختم، خدایا مفت باختم این دستو. قشنگ داشتم بدون لوز میزدم اصلا ریدم این دستو. اعصاب ما رو خراب کردی نصف شایی بابا. انداختن اسپارکی اشتباه بود بچه‌ها. یعنی مثلا اگه بخوام بندازین اون وسط بندازین اگه فکر میکنین که راکت داره یا چیز دیگه. خوبه. یه ضرب میزدی. خب خوبه ضربش زد. حالا اسپارکی هستن، حالا که فهمیدیم راکت نداره یکم صبر. اسپارکی هستن احتمالا اکسیگوله من یا اول. پس این چیه؟ لایتشو بد زد. یارو فکر کرد من قرار اون رو نگه دارم اونجا. تو چه داغونی بودی نمیدونستی.
هنوز اون باختی که دادم تو ذهنم هست در سرویس. چرا منو برد؟ ایکس بوه میگا مینیون دمیجی داد بچه. 3600 بیشتر از 1000 تا دمیج داد. 1200 تا میخواستم منیفیکار پوشش بیام ولی شانس بردم نیومد. ایکس بو هم باشه این خیلی داره بد بازی میکنه. فکر نمی کنم اصلا ایکس بو باشه ولی خوب. الان باید از اون کارت رونی استفاده کنم. البته اگه دستش باشه. بیا یه ضربه هم زن. خب بله بالاخره اولین ایکس بوشو میندازه زره. بذار بزنیم این بگاه. وای این دن سرویس تو رو خدا بگیرش. نظر بزنه. واه الان با رونین بندازی. یکی دیگه بنوازم. تمام عشق کردیم بچه ها. خدایی اسکیل نوازی رو حل کردیم. یارو دیگه بچه بازی نوازش تمام شد. خب میگامینیو خیلی خوبه اینجور جا. هم چند تا دیگه مونده. دو تا دیگه هم بزنیم ویدیو رو تمام کنیم. البته اگه بتونیم ببریم. باز زودتر میرفتم اون مینی بگارو. خوبه. سی و 35 دقیقه ویدیو شد. با ویچ شروع میکنه این بازیکن. ویچ و مگامینیو دو تا ترکیبی که اولی هستن همه استفاده میکنن.
بنازم. خوبه. بچه این اسپلایی که میزنم خدای تک تک اسپلام درست بوده. یه دونه اسپل اشتباه نزدم الان. نه منظورم اینه که اون ابیلیتی مگامینیون از قصد سریع انداختمش که بگیره رو بیشتر رو اسکلتاش نگیره. اون بار دیگه من کار ندارم، اون بارش رو پاشی گرفت. دو طرف با هم بخواستم بگیرم. خیلی نامردی. یه دونه دیگه هم بزنیم ویدیو رو به اتمام برسانیم. هالوونس جان گود لاک داداش برای آبجی هرکی هستی از تسپارکی ایکسپو یا آقا پس بولندری زدش هم البته فکر کنم. دمیجی داد. خوبه. من ریدم فعلا تا اینجای بازی واقعا ریدم، قبول دارم. اشکال نداره از این به بعد مهمه دیگه، نباید اصلا دمیج بخورم، فقط باید دمیج بدم. اسپل سنگی یک اصلا فکر نکنم بشه، فقط پویزن داره. اسپل داره؟ منم میبینیم. عالی. مگامینیون رو ببین این اینجا خوبه دیگه، واقعا اصلا عالی آجی. یه دو طرفه بزنیم به عمو عشق کنه. اما متاسفانه دمیج اسپارکی میخوره. ای وای.
اوکی، این ور دیگه ما کار نداریم، میریم سراغ این ور. یه ضربه دیگه دماسپارکی. اما دیر میجومی امو ای دهنه سرویس از این بردی اصلا انتظار نشته از این برد بزنه خودی. انقدر از اسپارکی ترسیده 60 تا نیرو میاد جلوش. تمام آجی. گود بنده خدا تمام سعی تلاشش کرد ولی زد بودم دیگه، چون گفتم اول ویدیو هم گفت. اینم از لیگ 4. امیدوارم که لذت این ویدیو رو برده باشید. این چیه؟ خب 3 تا اِوولوشن 100% اِوولوشن شارد میگیرم. اینا رو دیگه ولش کن، بعدم باز ببینید. امیدوارم همتون سوال همتون خوب باشه و موفق باشین. فعلا تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.